السلام عليكم. وعليكم السلام. حال زار نفر گرسنه و سراپا یخ کشیده و در قوطی کارتون شب را روز کرده را آیا کسی فهمیده می تواند؟ این را کسی می فهمد که سر گذرانده باشد. آن احساس حالا هم در خاطرم موج می زند. چون این حالت را مگر می شود از یاد برآورد؟ من سید مراد دولتوف چی مجبور کرد که من در اینجا باشم؟ چرا با چنین مشکلی گرفتار شدم؟ نتیجه کدام انتخاب ها مرا به این حال آورد؟ چرا آن روز برفی من آمده به این خرگ نشستم؟ من سرسان و حیران و به خود و آینده خود باور نداشته این خرک سرد ساحل دریای مسکو شاهد عوض شدن چقدر تقدیر هاست. اما تا به این خرک رسیدنم راه تقدیر خیلی طولانی است. دقیقاً آغازش آن روزی است که در راه مادر مرا تولد می کند، در راه کوهستان. باز جونکی من بس کن که شیر بچه من بس کن عزیزم وای نبینی پهلوان بچه بی پهلوان عزت ما وزیر ای جانی من انا تمام انا جانش جاندار شده پسرچه مبارک شود. جانی من گریه کن جانکی من خود دیدادش بری.
Oysta, 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 oysta. Oysta. Oysta, biyor. Oh. Dur bakalım onu ben çıkayım. Oysta, biyor et. Ana, bak böyle. Oysta. Ana. Assalomu alaykum akaynosi. O digarasha. Salom Rajab, salom. Salom. Ha, biyor ha. Biyor, borkadem. Oysta. Xo'sh, qarochda. Gusfando ma'qul? Gusfandoni to hamisha bozorgiran Rajab. Biyor. Oysta bardoshem. برای همین من فقط از تو میخرم. منم از همکاری با شما خیلی شدم. همش تیار. انا از روی مصلحت حساب کن. از روی مصلحت باشد حساب نمیکنم. گوش کن چوپان. باز بد چند پولیم؟ اسب من بی‌بهاست. فروخته نمیشود. در دنیا چیزی به نرخ نیست. نرخ گپ زن. گفتم کو اسب من فروخته نمیشود. چو جوار چو İzzet ma kosavaya biyor. اشورما سجاق بر دخترم. رفته دسترخوان پرتو. مایله. سید مراد دادا جان. تو هم اومدی. ما رو یاد کردی. هر بیاد کدی شما بازی میکنیم اکن. انا بیا ها میترسد کو پهلوان مونداست کو بیا خیلی تیم همو ها خیلی یه پله جانی دادا پدر جان تو بعد انا بشما تو با کیو میبودی با پسری من انا باتو انا ایسو کجا میروی حاضر موتورم میداریم ها حاضر موتور اوی کمیسو شیطان چه باز با من آب میپوشد ها پهلوان مرا ترک دادا انا بگوش آوردارم چی؟ گیرم حالا مجزا اینها رو میدی باز سکنون. این دفعه با کجا می روید؟ با یوان از آنجا به دوشنبه به خانه خشته بار کی هاست که اونها رو ندیدم. در رو احتیاط کنید. پروا نکن. سید مراد کنی بیا جانی دادا. آی جون نکی من پسرم رو احتیاط کن. مایده. تو هم با مادر دیر برسم. تو هم مایده چه؟ وقتی خوراک شد.
kabuti chinam? Maylash. با تو چی شد؟ با تو چی شد؟
فقط خداوند کریم میداند که با چقدر عذاب و مشقت مادر من 10 فرزند خود را به پایان رساند. با وجود مدد رسانیدن خویش و تبار سرشمارش، بار گران به دوش نحیف و ضعیفانه او افتاده بود و این زن پاکیزه سرشت و مقدس و همه سنجش های سنگین تاب آورد. و علیکم السلام پسرم. آمدی؟ آفرین آفرین. هزوه جا بجا کن. حالشون چشم. عزیز مراد؟ بابا چطور؟ هیچ چیز نه. کارت رو کردم گیر بچم. سعید مراد؟ بابا چطور؟ اینجا بیا پسرم. بازیر. بابا چطور؟ انا بین سعید مراد. تخته در کنده شده افتیده است. این رانه خیلی با جایش مونده میخ زدن در کار. من نمیتونم اوچه جان. هیچ گپ نی پسرم. من با تو یاد میدم. اینجا شین. انا این میخ. این تیشه. میخ رو با تخته میمونی. تیشه رو راست میقپی. با سری میخ میکوبی. فهمیدی؟ نک زکک نگاه کن. فهمیدی؟ اکنون میخ رو گیرو با تخته زن. سعید مراد، تو چیکار کرده ایستادی؟ از روی گفته شما میخ رو با تخته میزنم. چشمانت رو چرا میپوشی؟ میترسم که تیشه با دستم میزنم. کنی دستانت رو با تخته مون، چشمانت رو پوش. اکنون با چشمانی کشوده دستانت رو با تخته مون. مون! سعید مراد، تیشه رو دیدی؟ نو گشتیست. انا دیدی پسرم؟ به هر آدم چشم در کار. با چشمانی پوشیده از مشکلی ها ترسیده از عهده یگان کار بر اومده نمیتوانی. به هر مشکلی نترسیده راست نگاه کن، اما با چشمانی کشوده. اگر خواهی از عهده همه کار بر اومده میتوانی. اکنون میخ رو گیرو به تخته زن. آفرین. اکنون میخ رو گیرو
ба тахта маҳкамакак зан ва даро мечаспонем, фаҳмидӣ? гир. зан. Hoca! Hoca! Labay bacham. Ya bor inja ro bined. Hozir. Ha bacham. Mana, anne ro durust kardam. Kani? Ofarin bacham. Aknun az taxta kashida giriftani mekh ro ba man yod dihad. این کار به تو چی در کار؟ آیی میخوام با پول آمدگی برای روزگار من در کار شده میمونم. تو مرگ بزرگ میشی. السلام علیکم. السلام علیکم. برامدی کارم. اوه اکبر. سعید مراد، برای چه خواب نیستی بچه‌م؟ خوابم نمیاد. درباره چی فکر میکنی بچه‌م؟ فکر میکنم که ساعت برای چی در کار؟ بیایم روزمون میگذرد کو. انا نگاه کن بچه جان. ساعت معجزه است. انا این عقربک درازش دقیقه ها را، عقربک کوتاهش باشد ساعت ها را حساب می کند. دقیقه ها ساعت، ساعت یک شبانه روز، روزها به ماها و ماها به سالها تبدیل می یابد. انا همین است عمر ما. اگر بی‌پروا شده دقیقه ها رو به حساب نگیری عمرت بیهوده میگذرد بچه. هر لحظه دقیقه ها رو حساب کردن لازم. یک لحظه هم نیست. اگر ساعت از حرکت ماند انیق ویران شده است. این رو فراموش نکن بچه. аллакай либосатро пӯшидӣ? Офарин писарам, офарин. Биё нонушта кун. Боз аз мактабат дер намонӣ? Не, монда намонам. بچه‌های عزیز، عددهای ناتورالی در شمردن استفاده برده میشوند. پیش از عددهای ناتورالی ما با رقم‌ها شناس میشویم. رقم‌ها
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 میباشند. بعد رقم 9 عدد دو رقمه 10 سر میشد. عدد دو رقمه 10 این عدد خردترین است. عدد کلانترین دو رقمه کی میگود ما با؟ یارو در زمان 29 درست یاد دانی بچه ها؟ نه درستش کی جواب میتید؟ خب چند میباشد؟ سیمرغ 99 درست یاد دادن بچه ها 99 بعد 99 عدد سه رقمه خردترین یعنی 100 می آید. اکنون کلانترین نشه شما گپ زنید. چند؟ 199 خب سعید مراد هنوز کتاب رو انتخاب نکرده ای؟ حالا نه همه کتاب ها شوق‌آورند لیکن نمیدانم که کدام کتاب را گرفته خوانم. بیا بچم من خودم به تو کتاب انتخاب کرده میدیم کنی؟ خب انا این شاگیر قصه ماهیگیر و ماهی طلا بعد دیگرش رو میخونی؟ سلام علیکم. و علیکم السلام. بچم آمدی؟ نرس مهمون اومدگی خونه با چاینیکا گیرو زود با نزدی مهمونون را. سعید مراد آمدی؟ اصلا ایستا هیچ چشمانت حالا هم سرخ کو؟ خارش بکنم با طبیب نشان دادن در کار با همین بهونه با اون کس شناس میشوه اون کس با تو تربیتگر میشود. خیر مالش زود رو عزت ماینه گیر. خوراکم چی شد؟ السلام علیکم. و علیکم السلام. و علیکم السلام. گوش کن بچه جان ما چای رو خودمون میکشیم. تو رفته مادرت رو با اینجا دعوت کن ما با اون کس گپ داریم. خوب شده است. آفرین. سعید مراد بسیار بچه خوب بسیار بچه مامان بچه بسیار بچه آینده خوب دارد. السلام علیکم. خوش آمدید مهمانان عزیز. خوش آمدید. برای این دسترخوان پرناز و نعمت و برای مهمانداریتان
یک جان تشکر. چینید عزیز ما. سید مراد اینجا شینید بچم. سید مراد هم پسری کاری کنم. وای پشتیبانی من است. ای بچه کلمه است. خودی پدر رحمتیشون برین. خدا رحمت کند پدرشون بسیار انسانی خوب بودند. همه اهل محله اطراف اکناف محض میدونن که فرزندان رجبوی رحمتی همهشون خوش معامله هم. 5 پنجه دخترانشون هنر. رحمت. انا محض برای همین ما امروز مهمان خاندان شماییم. خوش آمدید. دل انور جان به اشورما مایل. برای همین هم به خاطر پدر عزتمندشون ما امروز به خواستگاری آمدیم. صابر جان و پسرش را نقض میدونید. انور جان دامادی خوب این خاندان می شود. البته بسیار ارزنده است. خوش دخترم، به همه این گفته های ما چی میگی؟ چی گویم؟ برای انتخابتون رحمت. من مادری اشورما، اما در اصل یک زنی مشتیپرم. اینجا مردی کلانی خاندان هست. گپ اوست. سید مراد اپات رو به انور جان پسری امکی صابر جان به زنی میدهی؟ بچه نه. برای چی جان؟ برای چی نه؟ سعید مرو برو. آها بالا نگاه کن. پایان پایان چون که من این پیرامد رو شناختم. پسری وای انور با آمد بچه من آشنا. وای به اولی من آمده به خواهرم چشم علو کرده است عبدالله. سرخی چشمانت از چنگ و خاک راه. هیچ گپ نه. معالجه میکنم. تشکر. فقط برای همین سخن آدمان معتبریان بگو رو رد کردی. اینشم کفایه دولا. تو که حاضر مردی کلان خانه هستی، البته گپی تو گپ، لیکن من همچون استادی نوی تو براستی میخواهی که من استادی تو باشم؟ بله میخوام.
آدمان بزرگی را از صبر یافتند. سبق اولی من به تو انا همین. هیچگاه در سر قهر و غضب فکر و اندیشت را به هیچ کس مگوی و قرار قطعیم نبرار. قهر و غضب عقل را تیره میکند. تو اول آتش قهر و غضبت رو فرو نشان. انا بعد با آدمانی میفهمیدگی مصلحت کن. انا بعد گپت رو گوی. کی میداند شاید اپد با انور خوشبخت شود. من باز فکر کرده ببینم دولو. بسیار خوب. این رو در آب گرم تر میکنید و هر روز 3 مرتبه میچکنید. رحمت از سبب اون که بچه گپ در راه هستی از خودی پگاه سر کرده به سبق گیری بیا. هر چیزی که من آموختم به تو می آموزم. انا این کتاب توفه. تو باید عمر خیام را نقص آموزی. تشکر استاد. бегоҳҳо акнун пайваста барои омӯзиш назди мураббиам мерафтам. шабҳо дар хобҳоям қаҳрамонҳои афсонаву шеърҳои хондаамро медидам. рӯзҳо бошад бо баробари дамидани субҳ бо ҳезумчинӣ дар кӯҳ оғоз мешуду пас аз дарсҳо дар замини колхоз сипарӣ мешуданд.
кем ты создан был и под какой звездой, незамеченной или благословенной миром. Нет здесь ничьей вины, сомнений тоже нет. С рождения каждый воин и победителем достоин быть благословенным родительским добром, и взгляд осветил твой путь. Отныне в твоем сердце есть вера и любовь, что сотворили чудо, в себя поверить вновь. Вслед за тобой, хранитель, ангел твой, за твоей спиной. Если примешь бой, даренной судьбой, вера даст силы идти вслед за мечтой. Поднимаясь вверх или по лезвию ножа, как не оступиться, слушай биение сердца. На пути препятствий подними глаза. Если увидишь свет, значит победа уже близка. Вслед за тобой, хранитель, ангел твой, за твоей спиной. Если примешь бой, даренной судьбой, вера даст силы идти вслед за мечтой. Вслед за тобой, хранитель, ангел твой, за твоей спиной.